سلام مامان، چطوری؟ خوبی؟ امشب خونه دایی ما یادت نره دیر نکنی، خودتو برسون. نه مامان من نمیام. ای بابا نمیشه که بهتون بگم کجایی، چرا نیومدی؟ فکر میکنی چرا گفت نمیام؟ خب چون کسی ازش نظر نخواست. خودمونیم دیگه. وقتی پای اجبار میاد وسط ذهن آدم دلش میخواد مقاومت کنه. یا نه نیاز به زمان خصوصی تو منزل داره، بی‌حوصله تر از اونی که وارد جمع بشه. این به این معنا نیست که قرار کار اشتباه کنه. از طرفی وقتی فضای خانواده با سبک زندگی فرزند در تضاد باشه، اون بچه احساس خشم و بیگانگی داره. بچه‌ای که توسط خانواده مجبور میشه به انجام کارهایی که دوست نداره، در بزرگسالی تبدیل میشه به جوونی که خودشو محکوم میکنه به اطاعت از پارتنر یا رفیقی که داره بهش صدمه میزنه بدون توجه به خودش.